ما را امروز وظیفه دار کرده است که برویم در راه مقدس بجنگیم. باید برویم مبارزه ببریم. تا کی ما باید بترسیم؟ فلان اسم نگه که من میترسم، فلان کشور نره که من میترسم، فلان خب دیگه میترسی کجا ترس است دیگه؟ اوخی کجای دیگه ترسش مونده است؟ 6-7 هزار تاجیکستانی ببین چند سال در جنگ‌های دیگر کشته میشود، 40-50 سال میشود برای ما وعده خود میتیم در تاجیکستان آزادی میاد. از کدام راه؟ از فلان راهی که باید مردم بخزن انقلاب کنن. این مردم نمیخزن، باید راه دیگه شه و روش‌های دیگه شه. امو بناموس از تاجیک‌ها بناموس کانال شدن به دولت اسلامی دعوت کردن که 6000 تاجیک بردن در اونجا کشتن. اگر این تاجیک‌ها میرفتن برای تاجیکستان می‌جنگیدن، برای آزادی وطن می‌جنگیدن، مبارزه می‌بردن، امروز در این گونه غفلت قرار نداشتیم. ما متاسفانه در یک حالت قرار گرفتیم که وحشت رو در دل خود، ترس در دل خود جا کردیم، از همین جای خودمون نمیخیزیم بریم برویم. مثلا هر حرفی که میزنیم میگه میترسیم از همه چیز، در حالی که پروردگار میگه که انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. برخیزید، پروردگار میگه که انفروا برخیزید، فرقی نمیکند، میگه برخیزید، یعنی این آیت دعوت میکنه بر بخیزید در هر حالت، نه وابسته از شرایطی که دارید، چه در حالت پیری است، چه در حالت کسلی، چه در حالت سختی، چه در حالت آسانیت، بر بخیزید برای جهاد، بخیزید و انفسکم فی سبیل الله، در راه خدا برای بعد و به اموالکم و انفسکم، به نفس خود، به مال خود، به همه خود، ذلکم خیر لکم تعلمون، برای شما این کار بهتر است اگر دانید. ما باید در راه پروردگار برای مبارزه بریم و هر لحظه که ما ترس رو در دل خود جای کردیم، اون زمان هیچ وقت پروردگار برای ما شما نصرت نمیده. اگر ما راه را انتخاب میکنیم که بر بگردیم در تاجیکستان مبارزه رو ببریم، باید بدانیم که ما یگانه راه همون چی است؟ مبارزه است. یگانه کاری که ما میتونیم انجام بدیم این چی است؟ انقلاب در تاجیکستان است. ما چگونه میتونیم در تاجیکستان انقلاب کنیم بدون رفتن و مبارزه بودن؟ ما یگان کار کردن نمیتونیم. پروردگار در آیت دیگه سوره بقره میگه که خدا هیچ کس رو بجز به اندازه تواناییش وظیفه دار نمیکند. ما را امروز وظیفه دار کرده است که برویم در راه مقدس بجنگیم، باید برویم مبارزه ببریم، باید برویم این ظلم از سر مردم تاجیک گم کنیم. برادر جان، ببین وقتی که ما این حرف رو میزنیم معنی او را ندارد که ما خودمون این کار نمیکنیم. اگر این امروز ما و شما برویم احساس کنیم که ما اتحادیم، سرجمعیم، در کنار ما هستن برادرها و میروند به خاطر ما جانشون میتین، نه اینکه ما را میپوشن، ما این امروز سفر میکنیم و میریم و در مقابل این ظلم میجنگیم. طوری میگی برادر جان، من همین یا بعضی حالت‌ها یا تعداد انسان‌ها میگن که نه، طرف دیگر یعنی اموالی رحمان خود در نظر میگیرد او را مسلمان است، این را مسلمان است. ما چگونه میریم جنگیم؟ وقتی در آیت دیگری پروردگار میگه در سوره حجرات که اگر گروه مؤمنان با همدیگر میجنگن کوشش کنید با اونها صلح بیارید و اگر یک گروه دیگه تجاوز میکند در مقابل تجاوزگرش بجنگید. که اومد رحمان امروز با تمام مقدسات در این جنگی که داریم میجنگه، مبارزه میبره. ما برای صلح، آزادی و برای بهتر ساختن وضعیت ما امروز جنگی در ایستادیم، مبارزه میبریم. پس باید ایستاد، مبارزه بود، تاجیکستان را از دست این ظالم نجات داد، وگرنه این همین گونه رفتن میگیریم، این همین گونه جنگ اموالی رحمان بر علیه دین، بر علیه ارزش‌ها، بر علیه مردم در تاجیکستان ادامه می‌یابد. ما و شما هر روز برای خودمون برای فردا دعوت می‌کنیم، بعدا میگیم که فردا در تاجیکستان دیگرگونی میاد، ولی هیچ وقت در تاجیکستان دیگرگونی نمیاد تا زمانی که ما و شما مبارزه را نبریم. این در تاجیکستان دیگرگونی هم نیاره. تا زمانی که امام علی هسته هیچ دیگرگونی نمیشه در اوجا. تا زمانی که بجنگید در مقابل به جنگ نمیشه برادرها. از جنگ نباید ترسید. ما اینمی در اول برنامه چند بار اشاره کردیم که 5000 6000 فقط در جنگ سوریه از تاجیکستان برده کشته شد. 1000 نفر دیگه امروز در جنگ اوکراین میجنگه. از اوکراین نام و فامیل و همه اسنادش نشر کرد.
زیاده از 1000 نفر از جانب روسیه در جنگ اوکراین اشتراک داره. از طرف اوکراین با چند نفر دیگه تاجیک اشتراک داره. همین است. اگر ما برای وطن خود ما چرا باید بریم در جنگ‌های خارجی بریم جنگ کنیم؟ کدام نفر در همین جنگ روسیه اوکراین برای اشتراک کنه شهید میشود؟ به خاطر چی میروند می جنگند؟ یک روس کشتن چه ارزشی دارد؟ باید ما برای وطنمون، برای ملتمون، برای سرزمینمون باید بریم جنگیم. به ناموس، به شرف جنگ اوکراین کجا میره؟ در جنگ اوکراین ترا چی انتظار است؟ تاجیکستان وطنت، سرزمینت این روز را انتظار است. باید برای سرزمینت برای بجنگی، باید برای سرزمینت را آزاد کنی. امروز در تاجیکستان به ناموس خواهرت، به ناموس مادرت، به ناموس وطنت، به ناموس تمام ارزشات میرسن. خاموش امروز رفتی در اوکراین قربانی میکنی. امروز میره در کراکو سیتی میره حمله میکنی. چرا امروز وطنت انتظار در وطن ظلمت کرده زدنی؟ چی ناموس امروز در وطن مونده است؟ خواهرت رو در روز روشن میاد میگه رویمالت رو از سر بگیری، در داخل این وطن مسجد میاد میگه ملا امامت رو فلان کنم. امروز نشستی خاموش نگاه انتظاری. ملا امامت رو خورد میکند، خواهر تا رویسریش رو میگیرد، در قج گوجه 1000 نفر است ریشی برادر رو میرد در داخل اداره های پلیس از سرش میگیرد. خاموشی اختیار کرده و در مقابل همین ظالم نمیجنگی. بعد دیوسی را انتخاب کرده حرف نمیزنی. پس از کدام جهاد، از کدام مبارزه کجا میروی شما بیناموزه در جنگ‌های دیگر کشورها اشتراک میکنی؟ بیا بریم وطن رو اصلاح کنیم، بیا بریم وطن رو آزاد کنیم. در سال 2014 وقتی که ما می‌خواستیم در تاجیکستان یک دیگرگونی به میان میاریم، یک گروه از تاجیکستانی بیناموس، از تاجیک‌های بیناموس کانال شدن به دولت اسلامی دعوت کردن که 6000 تاجیک بودن در اونجا کشتن. اگر این تاجیک‌ها میرفتن برای تاجیکستان می‌جنگیدن، برای آزادی وطن می‌جنگیدن، مبارزه می‌بردن، امروز در این گونه غفلت قرار نداشتیم. همون روز یک از بانفوذترین دامله‌های اهل سنت دکتر عمرا یک حرفی خیلی خوبی را گفت که جهاد میکنید امروز در تاجیکستان جهاد کنید، آبادی میخواید در تاجیکستان آبادی کنید، آزادی میخواید در تاجیکستان آزادی کنید. برای فلسطینی مجاهدی فلسطینی نیروی آدم در کار نیست، برای مجاهدی سوریگی نیروی انسانی در کار نیست. اونا انسان دارن، شهرونداش خیلی زیادن، برای اونا پول در کاره، برای اونا مال در کاره، برای اونا تجهیزات لازمی در کاره. اگر تو میخوای باید وطن خودت رو اول بسازی، باید در وطن خود اول مبارزه رو ببری، وطن خودت رو بسازی. همون حدیث مشهوری رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که میگه اگر میخوای صدقه کنی اول در نزدیکترین آدمی خودت صدقه کن، در نزدیکترین انسانت. اگر که نزدیکترین انسان نزدیک خودت نداره، در همسایه خودت صدقه کن. همسایه خودت نداره، در دهات خودت نداره، در جماعت خودت نداره، در شهر خودت پیدا کن. بعد بالاتر بریم. ما باید اول وطن خودمون رو آزاد کنیم، در وطن خودمون اول دیگر کنیم و میام بیاریم. بعد بخیز منطقه دیگر رفتنی وطن خودمون رو امروز گذاشتیم رفتیم در چون چیکار داریم؟ بیاید وطن رو از اینجا نجات بدیم، ناموس خودمون رو حفظ کنیم. برادرو، ناموسی که امروز در ذلت قرار گرفته است. امروز مردم تاجیکستان یک قسمتش دیوس شده رفته است. امروز از تعریف، توصیف و چاپلوسی دیگر کار انجام دادن نمیتونن. کدام انقلاب رو وقتی ما و شما اینقدر چاپلوسی رو میبینیم، اینقدر دیوسی رو میبینیم صحبت کنیم کرد. 4 نفر دیگه که ناموس هدف دارن اینجا نشستن، بر نمیخیزن بر بگردیم بریم وطن آزاد کنیم. ما تعداد امروز کسایی که به این عقیده آزادی تاجیکستان هستیم به انگوش شماریده میشود. باید بر بخیزیم اتحاد بریم تاجیکستان آزاد کنیم، وگرنه این گونه رفتن میگیریم، این گونه بیناموس، این گونه دیوس، این گونه بشرافتی، این گونه ذلت رو میپذیریم، این گونه رفتن میگیریم و هیچ دیگر گونه به میان نمیآید. و یا تعداد قلم به دستان دیگه میآیند ما را مینویسند که بله اینا چیکار کردن، تروریست شدن و فلانی بیعت کردن، فلانیش از راه دینی میرود. خب تو از دیگر راهش رفتی، برای ما اجازه که از دیگر راه ببریم، دیگر گونه 40-50 سال میشود برای ما وعده خود میدیم در تاجیکستان آزادی میاد. از کدام راه؟ از فلان راهی که باید مردم بخیزن انقلاب کنن. این مردم نمیخیزن، باید راه دیگه شه و روش های دیگه شه آموز. اگر ایدئولوژی دیگر نباشد این مردم را بیدار نکرد، ایدئولوژی دیگرش رو بگی، راه دیگرش نبود راه دیگرش رو، فرصت دیگرش نبود فرصت دیگرش رو بگی. ولی در تاجیکستان دیگرگونی به میان بیاد. تا کی ما باید بترسیم؟ فلان اسم نگی که من میترسم، فلان کشور نره که من میترسم، فلان خب دیگه میترسی کجا ترس است دیگه؟ اوکی کجای دیگه ترسش مونده است؟ 6-7 هزار تاجیکستانی در این چند سال در جنگ‌های دیگر کشته میشود. این